سلام دوستان، محمد هستم از جی پارس با آموزش ساخت جویستیک برای اندروید. برای شروع یه پروژه خالی داریم. میخوایم بیایم و جویستیکمون رو بسازیم. اول از همه میایم یه سین خالی میسازیم از نوع اریا 2D. اسمش هم میذاریم، یه کالیژن بهش میدیم و 2 تا تکسچر. من 2 تا تکسچر دارم که برای پد و دکمه جویستیک استفاده میشه. اندازه جویستیکو، اندازه کالیژن جویستیکو میدیم به اندازه دایره که قطر 350 داره که تقسیم بر 2 میکنیم 175. حالا میریم و یه اسکریپت بهش متصل میکنیم، اسمش همین جویستیک میذاریم. بالا یه کلاس بهش اضافه میکنیم که بعدا بهش راحت دسترسی داشته باشیم. سینمون هم ذخیره میکنیم. حالا باید بیایم یه سری متغیر تعریف کنیم. اول از همه که جویستیک باتونمونه که اسپرایت، بعد اون یه متغیر میخوایم برای نگه داشتن ایندکس ایونتی که تاچ میشه. یه ماکسیموم دیستنس داریم که اینجا 175. میایم یه متغیر برای وضعیتش در نظر میگیریم و یه متغیر هم برای وضعیت نقطه‌ای که تاچ شده که نوع وکتور 2. بعد بیایم تو پروژکت ستینگ و یک گزینه رو فعال کنیم، اینپوت دیوایس و تاچ اسکرین تاچ فرام موس رو فعال کنیم. حالا میایم 2 تا فانکشن تعریف میکنیم. یکی اینپوت ایونت، بررسی میکنیم ایونتمون تاچه و اینکه event.isPressed. اگر این حالت ها بود میایم میگیم که preset مساوی میشه با true و ایندکس ها مساوی میکنیم با event index. event index در ازای هر تاچی که اتفاق میفته متفاوته. شما میتونید 10 تا 20 تا انگشت مختلف تاچ انجام بدید. ما با اولیش که جویستیک رو تاچ میکنه رو ذخیره میکنیم که در ادامه همون استفاده کنیم. اینطوری میتونیم 2 3 یا چند تا جویستیک مختلف داشته باشیم با استفاده از همین یه دونه کلاسی که داریم مینویسیم. حالا میایم توی فانکشن اینپوت بررسی میکنیم که ایونتمون درگ و اینکه پرست ها سر همین گرفت. تاچ که میکنیم پرس ترو میشه، یعنی فشار داد. خب اگه اینو نداشته باشیم متد درگ ایز پرست نداره، مشابه اینجا. سر همین مجبوریم بریم چنین کاری کنیم. و اینکه بررسی میکنیم که ایونت ایندکسمون دقیقاً همون ایندکسیه که اینجا دریافتش کردیم. اون موقع وارد شرطمون میشیم. میایم موقعیتی که تاچ شده رو محاسبه میکنیم با اینپوت پوینتمون. میگیم که اینپوت پوینت مساوی شه get global mouse position منهای joystick button dot global position. حالا میایم میگیم که joystick button dot global position مساوی شه با joystick button dot global position dot lerp. تو گلوبال میایم موقعیت فعلی که داریم ما که اینه به گلوبال تبدیلش میکنیم و میایم موقعیت جویستیکمون رو بر محور اون گلوبال حرکت میدیم. این قسمت باید بیایم بگیم که اینپوت پوینت و یه وزنی بهش بدیم. خب فعلا یه سین خالی میسازیم و جویستیکمون رو اضافه میکنیم. اندازه صفحه‌مون هم تنظیم کنیم. سین جاریمون هم سیو میکنیم و یه تستی میکنیم. الان من اینجا کلیک کنم اتفاقی نمیفته. اینجا کلیک میکنیم و همونطور که میبینید میتونیم بکشیمش. خب الان یک، اگه ول کنم موسا بر نمیگرده. 2، هر نقطه‌ای که بخوام میتونم بکشمش. ما اینقدر مسافت داریم بعد تا همینجا بتونه بیاد. پس میایم تو اسکریپتمون. اول از همه که باید اینو بهش لیمیت بدیم، یعنی اینپوت پوینتمون دات لیمیت لنت که مکس دیستنسمون رو بهش میدیم. الان همونطور که میبینید یه مکس دیستنس داره و بیشتر از اون نمیره. حالا باید بگیم وقتی رهاش کردیم همه اطلاعات ریست. میگیم که if event is touch and event.release. حالا میگیم که اگه ایونت دوباره تاچ بود ولی این بار رها شده بود چه اتفاقی میخوایم بیفته؟ اول از همه که میگیم که و البته ایندکسش هم بررسی کنیم بد نیست. ایندکسش هم بررسی میکنیم که هر انگشتی برداشته شد غیر فعال نشه، فقط همونی که اول کار فشرده شده. میگیم که preset مساویشه با false، جویستیک باتونمون دات پوزیشنش مساویشه با وکتور 0. ما بقیه چیزا رو هم میتونیم به صورت ریست در بیاریم، یعنی ایندکس رو، ولی خب تغییرش هم ندین زیاد مهم نیست. یعنی ایندکس رو میگیم 0 شه و اینپوت پوینت هم میگیم که 0 شه. به این ترتیب اگر بکشم که تا این محدوده میاد رهاش کنم برمیگرده.
چجوری برای حرکت دادن کاراکترمون استفاده کنیم. من موقعیت اینو تغییر میدم، میذارمش این گوشه. میایم یه کاراکتر بادی اضافه میکنیم. این کاراکتر بادیمون یه اسکریپت بهش وصل میکنیم و فیزیک پروسسمون رو براش مینویسیم و میگیم که move and slide velocityمون مساویشه با سرعتمون که مثلا 100 گرفتیم ضرب در joystick dot direction. joystick dot direction نداریم، الان میسازیمش. میایم تو کلاس جویستیکمون یه استاتیک ور تعریف میکنیم direction از نوع وکتور 2 و این قسمت که داریم درگش میکنیم میگیم که direction مساویشه با global position dot direction to get global mouse position. پروژه رو اجرا میکنیم. الان همینطور که میبینید کاراکترمون به جهت جویستیک حرکت میکنه و این قسمت که رهاش میکنیم بعد بگیم که vector 2.0. حالا شاید بخوایم چند تا جویستیک مختلف برای چند کار مختلف داشته باشیم. موقع باید دایرکشن رو حذف کنیم و از سیگنال استفاده کنیم. پس میایم همین کارو میکنیم. اینو پاک میکنیم. اینجا 2 تا سیگنال براش در نظر میگیریم. یه سیگنال گرفتیم برای چنج دایرکشن توش میفرستیم. یه سیگنال دیگه میخوایم برای ایز پرست. این سیگنال برای چیه؟ شاید بخواین از جویستیک به عنوان شلیک کننده استفاده کنیم. میکشیم، هدف گیری میکنیم، رها میکنیم، تیر میزنیم. رها که میکنیم بعد سیگنال شلیکمون اتفاق بیفته. یعنی میتونیم اینم اسمشو بذاریم اکشن. اینجا پس میایم دایرکشن رو دستی میسازیم و میگیم که change.emit چه مقداری دایرکشن. این قسمت هم به همین صورته. میگیم که change.emit vector 2.0. اینجا باید یه مورد دیگر هم امیت کنیم، اونم اکشنه .emit. خب حالا از اینا چجوری استفاده میکنیم؟ الان مثلا میخوام از این به عنوان حرکت استفاده کنم و یه مورد دیگه برای هدف گیری. میایم این اسمشو میذاریم move joystick aim joystick. رنگ اینا متمایل به آبی میبریم، رنگ اینم به سمت قرمز میبریم. آبی یا قرمز. آبی برای حرکت، قرمز برای شلیک کردن. میایم سیگنالش و سیگنال چنج رو به کاراکتر وصل میکنیم و میگیم که ولاسیتیش ضرب در دایرکشنش. این که مشابه قبل بود، اینم که اتفاقی نمیفته. برای شلیک کردنم به همین صورت. اجازه بدید من یه حالت لوله مانند ایممون رو به کاراکتر اضافه میکنیم. اینو میایم میچرخونیمش. پس میایم سیگنال چنجدش رو متصل میکنیم و حالا میگیم که aim look at direction. چرا نمیچرخ؟ دلیلش اینه که ما این موقعیت رو بعد ببریمش تو گلوبال. یعنی میگیم که تو گلوبال دایرکشن. حالا همونطور که میبینید هدف گیری هم داریم. برای شلیک هم الان به همین صورت میشه. جویستیکمون انتخاب میکنیم اکشن. در حال حاضر فقط میگیم که پرینت کنه شات. الان اگه اجرا کنم، اگه تک کلیک کنیم که خود به خود شلیک میکنه، درگ کنیم هم شلیک میکنه. و با اینا هم که میتونیم حرکت کنیم. و الان من چون فعلا روی ویندوزم همزمان نمیتونم با دوتاشون کار کنم، ولی روی اندروید که برید شما همزمان میتونید هر دوتا رو کنترل کنید. و همینطور که دیدین با 32 خط کد تونستیم یه جویستیک بسازیم. خب دوستان، این کلیتی بود از پیاده سازی جویستیک. اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنید. اگه عضو کانال نیستید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. زنگوله رو هم بزنید که تا ویدیوی جدید میذارم از اون مطلع بشید. در کانال تلگرام ما رو دنبال کنید. تمام ویدیوهای جدیدی که میذارم لینکش اونجا قرار میدم. پلاگین جدیدی هم که منتشر بشه در اونجا قرار میگیره. سوالی موردی پرسشی بود حتما توی کامنت ها بنویسید. ممنون از همراهی شما.